سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خب بچه ها، امروز اومده با یه داستان خیلی خیلی عجیب و خفن که واقعا میدونم خوشتون میاد. پس همین الان ویدیو رو لایک کن و اگه هم دوست داشتی کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کن. اسم این فیلم من تو را متهم میکنم از کشور کانادا هست. کیمبرلی واسه پانسمان دستش پیش دکتر لیچارد میره. اونم بهش میگه باید بیهوش شی تا بتونم کارمو درست انجام بدم. بعد از اینکه دختره به هوش میاد، حس خیلی خیلی بدی بهش دست میده و به دکتر مشکوک میشه که نکنه یه وقت در حالی که بیهوش بوده دکتر بهش تجاوز کرده باشه. دکتر ریچارد هم بهش میگه اینا توهمات بیهوشی بوده. بنابراین دختره به بیمارستان دیگه میره و یه دکتر دیگه اونو معاینه میکنه و بهش میگه داخل بدنت دی ان ای یه نفر دیگه وجود داره. دختر اینقدر عصبانی شده بود که انگار دنیا دور سرش میچرخید و سریع به اداره پلیس میره تا جرم دکتر رو گزارش بده. وقتی پلیس اسم دکتر لیچارد رو میفهمه به دختره میگه تو داری دروغ میگی، چون دکتر لیچارد فرد خیلی خیلی مطمئنیه و همه میشناسنش. بیشتر به اتهامی که میزنی فکر بکن چون ممکنه واسط گرون تموم بشه. دخترم عصبانی میشه و میگه اگه به پرونده من رسیدگی نکنید تمام خبرنگارای شهر رو باخبر میکنم و رئیسم مجبور میشه یک مأمور بفرسته مطب دکتر لیچارد تا از اون خون بگیره. مأمورم به مطب دکتر لیچارد میره، اما دکتر از شنیدن این موضوع خیلی خیلی تعجب میکنه و خیلی خیلی ریلکس آستینشو بالا میزنه تا ازش خون بگیرن، ولی نتیجه خون مطابقت نداشته. پلیس این خبر رو به گوش دختره میرسونه و بعد از شنیدن حرفای پلیس دختره بیشتر عصبانی میشه و به رئیس میگه اون مأموری که فرستادی از دوستان نزدیک دکتر لیچارده و ممکنه این وسط پارتی بازی چیزی صورت گرفته باشه. رئیس هم مجبور میشه خودش شخصا از دکتر لیچارد خون بگیره. رئیس به مطب دکتر لیچارد میره و اون رو از این موضوع باخبر میکنه. دکترم بازم موافقت میکنه که ازش خون بگیرن. این دفعه خواستن از انگشتانش خون بگیرن، ولی دکتر گفت از بازوام خون بگیرین، چون اگه بخوان از انگشتام خون بگیرین بعداً بخوام کار خودم رو انجام بدم خیلی خیلی واسم سخت میشه. این دفعه هم مثل دفعه قبلی شد، دی ان ای مطابقت نداشت. البته ناگفته نمونه پلیسا هم اصلا تعجبی نکردن چون دکتر لیچاردو خیلی خیلی قبول داشتن. وقتی خبر به گوش دختر رسید تا اومد اعتراض بکنه، رئیس سرش فریاد کشید و گفت این دفعه خودم شخصا رسیدگی کردم. آقای دکتر فرد خیلی خیلی پاک و قابل اعتمادیه و تو دروغگوی بیش نیستی. این خبر به گوش تمامی اهالی شهر رسید و دختره رو مسخره میکردن. دختره روز به روز افسرده‌تر میشد و قیافه اون دکتر مدام جلوی چشاش سبز میشد. طوری شد که دختره تصمیم گرفت از اون شهر بره و توی شهر دیگه زندگی کنه. بعد از مدتی با برادرش در مورد گذشته صحبت کرد، ولی برادرش از دکتر دفاع کرد و گفت تو دچار توهم شدی. دخترم خیلی خیلی بیشتر عصبانی شد و این دفعه تصمیم گرفت بازم پرونده رو باز کنه، ولی اینو خیلی خوب میدونست که دیگه پلیسا حرفاشو گوش نمیدن و بهش اهمیت نمیدن. بنابراین یک کارگاه خصوصی استخدام کرد تا بتونه دکتر رو به دادگاه بکشونه و محکومش کنه. در همین موقع بود که با پرستار قدیمی دکتره آشنا میشه و تمام ماجرا رو براش تعریف میکنه. پرستارم بعد از شنیدن صحبت‌های دختره دلش واسش سوخت و تصمیم گرفت بهش کمک کنه. پس شبانه وقتی که دکتر داخل مطب نبود، داخل مطب رفت و لیستی از بیماران سابق دکتر رو تهیه کرد و به دختر داد. دخترم پیش تک تک بیماران سابق دکتر رفت، ولی تا اسمی از دکتر لیچارد پیش اونا می آورد اونا سریع در رو میبسیدن. همین باعث شد دختر بیشتر شک کنه. در این موقع بود خبر به گوش دکتر لیچارد رسید و اونم تصمیم گرفت که فرار کنه، ولی یکی از پرستارا اینو فهمید و به دختره اطلاع داد. همون موقع بود یکی از قربانی‌ها تصمیم گرفت علیه دکتر لیچارد داخل دادگاه شهادت بده. بنابراین پلیسا به مطب دکتر لیچارد ریختن و اونو دستگیر کردن. لیچارد این دفعه مثل دفعات قبلی ریلکس نبود و خیلی خیلی دست و پاشو گم کرده بود و اونو بردن که دوباره ازش خون بگیرن، ولی این بار دیگه مثل دفعه قبل نبود. تصمیم گرفتن هم از بزاق دهانش و هم از نوک انگشتاش خون بگیرن، ولی این دفعه نتیجه برخلاف دفعات قبل دی ان ای ها با هم تطابق داشت و دکتر مجبور شد اعتراف کنه که داخل بازواش لوله‌ای پر از خونای مختلف به کار برده بوده که پلیس رو گمراه کنه. ولی با این همه تلاشش آخر
تو دام پلیس افتاد و دخترم خیلی خیلی خوشحال شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما کامنت بذارید، ویدیو رو لایک کنید و حتما هم کانال رو سابسکرایب کنید که منم بیشتر انرژی بگیرم. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، فعلا.